از طرف دیگه آپ تایم به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی به ما کمک کرده که از حداکثر ظرفیت‌های زمانی و گنجایش ناوگان استفاده بکنیم و خب این معنیش اینه که با تعداد ناوگان کمتر در زمان سریعتر میتونیم کار رو انجام بدیم و در نتیجه با هزینه کمتر هم این کارها اتفاق میفته. نکته دوم که توی آپ تایم وجود داره از یک ابزار بهینه‌سازی استفاده میکنه و این مبتنی بر هوش مصنوعی هست که داره مسیرها رو بهینه میکنه. یعنی اگر که قراره در یک منطقه‌ای 1000 تا بسته توزیع بشه، میاد اون 1000 تا بسته رو مسیرهاشو بررسی میکنه و میاد میگه که هر ماشینی چند تا بسته رو توزیع بکنه. این خودش باعث میشه که اگر به صورت دستی مثلا ما فرض کنیم که 50 تا ماشین باید برای این 1000 تا بسته بگیریم، احتمالاً آپ تایم یه بهینه‌سازی که داره انجام میده باعث میشه که ما با مثلا 35 تا یا 40 تا ماشین همون تعداد بسته رو در همون زمانهای مقرر برای مشتریانمون توزیع بکنیم. پیش از استفاده از نرم افزار آپ تایم تو پروسه‌های عملیاتی، خب بدیهیه که با توجه به اینکه با منابع انسانی این کار انجام می‌شده، نرخ خطا به شدت بالا بود و زمانبندی که در واقع ما در نظر می‌گرفتیم برای این پروسه عملیاتی به طرز چشمگیری بیشتر بود. بدیهیه که بعد از اینکه از نرم افزار آپ تایم استفاده کردیم، نرخ خطا به شدت کاهش پیدا کرده و از اون سمت زمانبر بودن این پروسه‌های عملیاتی در واقع تونسته کنترل بشه و به شدت کاهش پیدا کرده.